دکتر صاحبای محترم، محصلین گرامی و تمام افغانایی که منو میبینین، باز از طریق ویدیو یک سلام برای همه شما. امیدوار هستم روزای خوبی را داشته باشین با وجودی که زمستان است و شرایط افغانستان. ما قبل از اینکه به کیس ای هفته که عبارت از موضوع برنامه امشب است برم یک تشکری خیلی بسیار زیاد نهایت از دکتر صاحب ناصر آریا که اداره بخش کانال فیسبوکی دکترز فار افغانستان به عهده داره و مطالب بسیار خوب را برای افغانا، برای دکتر صاحبای افغانستان و یک مجتمعی را ساخته در خارج از افغانستان که همگی هم از داخل هم از خارج میتونه در او مجتمع سهم بگیرن و از معلومات طبی، معلومات جدیدی که داخل کانال های سوشل میدیا هست اونا رو با یکدیگر شیر کنن. این اقدامشان قابل قدر است، تشکر ازشان. همچنان از تمام دکتر صاحبایی که بدون به دست آوردن چیزه به خاطر از اینکه بتانن معلومات طبی را به دکتر صاحبا، برای افغانا، برای محصلین، برای کسایی که در داخل افغانستان ازش بهره میبینن و بعضی کسایی که از خارج از افغانستان ازش بهره میگیرن، این شریک بسازن. یک تشکر خیلی زیاده بکنم به این اساس از دکتر صاحب آمش درویش، از دکتر صاحب سیمای قوسی، از دکتر صاحب امان شمس و بعض دکتر صاحبای دیگه ما که هستند از خارج از افغانستان. اینا معلومات بسیار خوب، اپدیت و معلومات است که به درد بخوره یک دکتر از در افغانستان او را شریک می سازند و به دست شما قرار میدن. با تعقیب از این میایم سر برنامه خود ما که وارد از کیس هفته هست و ما قرار ازی که وقت داشته باشم و بتونم یکی از کیس هایی که در داخل هفته ما دیدیم اونا را با شما شریک بسازم. با موضوعی که مورد فوکس ما است عبارت از موضوعاتی است که بخش رادیولوژی است و بخش نیورولوژی است. چون در این مورد من تخصص دارم. در قسمت های دیگه اگر موضوعات عادی باشم من میتونم تشبث کنم، در غیر از او حق و اجازه خود به خود نمیتونم که من برام در موضوعات تخصصی بخشای دیگه طب که بسیار خیلی بزرگ است و من در اون مورد ابراز نظر کنم. این یک نقطه هست که باید ما در داخل و خارج افغانستان ما باید به این پی ببریم و کار به اهل کار سپردن از اینجا شروع میشه. میایم سر کیس هفته که عبارت از خونریزی خارج از داخل دماغ یا خارج از مغز است. به خاطر از این من کیسی که دارم او را من برای شما دیجه نشان میدم. مرد 65 ساله با یک عرض یا یک شکایت کم قوتی طرف راست قسمت از بدن خود. اینا میرن به سی از افغانستان است و امی معلوماتی که رای میشه به شکل یک اکسیال سکننگ است، یعنی اسکن است که تنها در مقطع اکسیال گرفته شده. در افغانستان در بعض جاها در شهرهای بزرگ هم حتی ما مولتی دیتکتور یا مولتی پلانر یا والیومتریک سیتی نداریم. فقط سیتی های ما با فاصله 5 میلی اخذ میشه و تماما به شکل سلایس اکسیال برای ما میرسه. در این سلایس اگر ما ببینیم، دکتر صاحبا و کسایی که میبینن به این سلایس میتونن این سلایس ها را با وقتی که میبینین شما سر میخورین به اسیمتری یا دو طرف مغز که با یکدیگر مشابهت نداره. قسمت طرف چپ مغز، قسمت طرف راست مغز و در قسمت چپ در قسمت بیرونی مغز. چرا ما بیرونی میگیم؟ به خاطر که یک از سطح خود دماغ بیرون و در داخل به اصطلاح جمجمه قرار داره. یک مایع، یک خیال مایع مانند تشکیل میده که اگر ما این را اندازه کنیم، شاید اندازهش در حدود 3 ما این را اندازه میکنم رو بریتان نمیاله در حدود 3 الی 3.5 سانتی باشه. اندازهش در حدود 3 سانتی است، 3.1 سانتی یا 29 میلیمتر که تقریبا 3 میلیمتر است. این خیال در قسمت چپ مغز قرار داره. فشار میده به طرف
مغز طرف چپ یا نیمکره طرف چپ ما را فشار داده به طرف راست که این فشار ما میتونیم وقتی که در قسمت خط متوسط که از این قسمت شروع میشه وقتی ما ببینیم و اندازه کنیم، اندازه که برای ما فشار داده در قسمت خط متوسط تا خطی که ما فرضاً متوسط قرار دادیم در حدود 1.2 میلیمتر 1.2 سانتی متر است که این در حقیقت نشان دهنده فشار بلند طرف چپ مغز است و این مایعی که تشکیل شده در قسمت سبدورال است به خاطر که شکل نیمه هلالی داره. مایع دارای دو نوع کثافت است، کثافت کمتر که مقدار از مایع را به شکل غلظت کمتر نشان میده و کثافت بیشتر که ته‌نشین شده یک اندازه هم در قسمت فرانتال یا بیز فرانتال ما قرار داره. این عبارت از یک خونریزی تحت دوراه است. ما خونریزی تحت عنکبوتیه را داشتیم، خونریزی داخل مغزی داریم، خونریزی اپیدورال داریم و این عبارت از خونریزی تحت دوراه است. برای دیدن معلومات یا دریافت از اینکه چند نوع خونریزی است و چی شکل دیده میشه، شما میتونید به لینکی که در بالا میآید کلیک کنید تا از لکچر مکمل بخش خونریزی ها و خصوصا خونریزی های تروماتیک بهره مند شوید. خونریزی های سبدورال هیماتوم در حقیقت خونریزی های است که آهسته آهسته شروع میشن. منشأشان اکثرا منشأ وریدی هست و این خونریزی ها میتونه دوامدار باشه، آهسته آهسته پیشرفت کنه، به شکل آنی به وجود نمیاد. میتونه به وجود بیاد به شکل آنی، اما مقدار فیصدیش کمتر است. اما این مریضا یک ترومای سابقه را شاید وقتی که پرسان شایدشان داشته باشن. نزد مریضا که ما اگر ما ببینیم بر علاوه که میدل لاین شیفت است، در اینجا یک دریافت دیگه را ما در وقتی که تغییر بتیم ویندوی خدا ویندوی بون بسازیم، ما میتونیم ببینیم که در ویندوی بون ما مریض تقریبا 2 سوراخ در قسمت عظم فرانتالش قرار داره و این 2 سوراخ بسیار سوراخ‌هایی است که به شکلی که فقط برمه شده باشه دیده میشه. این سوراخ‌ها نشان دهنده از است که مریض قبلا هم یک عملیات نزدش صورت گرفته و دو طرفشان هم به شکل این عملیات اکثرا در عملیات نزد کسای اجرا میشه که پیششان سبدورال هیماتوم یا همه قسم هیماتوم سبدورال موجود باشه و این نشان دهنده بازگشت هیماتوم سبدورال به طرف چپش است. خیلی که جایی که مهم است برای ما دیده شد باید دیده شود که هرنیشن داره مریض یا نه. در حقیقت وقتی که تحت فلک سریبری فشار میته یک طرف امکان به وجود آمدن هرنیشن و یا همچنان انفکت از سبب فشار در ساحه فرونتال و در ساحه آنکوس بخش تمپورال موجود می باشه. همچنان بخش میدبرین ما باید ببینیم درست. پیش این مریض خوشبختانه کدام تغییرات انفارکت دیده نمیشه، تغییرات که در ساحه میدبرین و پونس باشه دیده نمیشه. ساحه که اطراف پونس است که به نام پریپونتین سیسترنا یاد میشه، این ساحه باز است و در ساحه اینفراتنتوریال یا تحت به اصطلاح فوسا پاستریور ما کدام مشکلی دیده نمیشه. البته عکسی که بر ما آمده اسیمتریکال گرفته شده، مریض یک مقدار سرش کج بوده در هنگام گرفتن. خب این مشکلات ما داریم در افغانستان، مقام که بر ما میرسه قابل از این است که ما بتانیم یک اندازه تشخیص کنیم. برای تداوی این مریض ما نیاز داریم تا دکتر جراح اعصاب دوباره یک مجرای را در اینجا باز کنه تا این مواد تخلیه شود. مریض اکثرا سن از این مریضا وقتی که در این سن باشن اینا از تداوی های رقیق کننده خون اگر بگیرن باید اونا را الایی که بهبود کامل حاصل شود نزدشان باید این تداوی استاپ شود و با تعقیب از اینکه تداوی صورت گرفت تداوی جراحی باید یک ماه بعد باز هم یک کنترل سکن شود، به خاطر که امی کاری که فعلا نزد این مریض صورت گرفته یا به وجود آمده این دوباره به وجود نبیاید و در صورتی که دیده نشود خونریزی یک ماه بعد از عمل جراحی میتونه مریض دوباره دوای رقیق کننده خون بگیره. به مریض گفته شود که از صدمات یا ترزیز سر باید تا حد امکان جلوگیری کنه.
خب این گپایی هست که در خارج ما با مردم میگیم، اما بر افغانستان هم باید گفته شود و هم از این قاعده مستثنا نیستن، با وجودی که شرایط فعلی افغانستان فرق میکنه. نقطه دیگه که هست باید در نظر بگیریم که آیا پیش مریض مشکل در عظم موجود است، یعنی شکستگی یا در ضربه و گپای دیگه دیده میشه، یعنی چون این شخص موضوع ریکرنت است، در حقیقت با وجود آمدن شکل کرونیک سبدورال هیماتوم به شکل ریکرنت و پست اپراتیو است، ایجاد ترومای جدید امکانش کمتر است. امکان ازی است که خونریزی با یک ترومای کوچک هم به وجود بیاید پیش ایش اشخاص. به او خاطر در عظمش وقتی که ما اوزاما میبینیم، ما چیزی به نام شکستگی و یا فرو رفتگی عظمی ما اینجا نمیبینیم. یگانه چیزی که ما دیدیم قبلا گفتیم که عبارت از تعقیب عملیات جراحی یک برهول یا سوراخی که در قسمت عظم فرونتال قرار گرفته یا به وجود آمده ایره ما دیدیم. این بود کیس هفته ما. امیدوار هستم اگر شما کانال ما را فالو کنیم، اگر بتانین از این معلومات را به دست دارین، ایره شریک بسازین با دوستان، با مسلکانتان، تا بتانین به یک نوع خود در افغانستان به هر حالتی که هست کمک بکنیم. امیدوار هستم که از شریک کردن ازی همی بانورزین و تا دیدار بعدی، تا کیس بعدی و تا بخش لکچر بعدی، خداحافظ.